روز پنجشنبه 4 نوامبر سال روان در آثارخانه ملی تاجیکستان مراسمی رونمایی از کتاب تاجیکستان دیروز امروز برگزار شد. این کتاب پرمحتوا حاصل زحمت دانشمند افغانستانی مقیم تاجیکستان جعفر رنجبر است. کتاب مذکور درباره تاریخ رشد و انکشاف تاجیکستان از آغاز تشکیل شدنش تا امروز توسط عکس‌های نادر گویا حکایت می‌کند. کتاب به دو زبان فارسی تاجیکی و انگلیسی و به خط سیریلیک و فارسی به نشر رسیده است. صفت عالی چاپ محتوای بلند این کتاب توجه هر بیننده را جلب می‌کند. خواننده یا بیننده در مندرجه آن با زبان عکس‌ها رابطه محکم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را با راهبران و شخصیت‌های معروف خراسان یا افغانستان امروزه چون استاد ربانی، احمدشاه مسعود و رهبران معروف کشورهای دنیا دیده می‌تواند. همچنین در این کتاب مصور عکس نمایندگان شناخته علم و فرهنگ کشور تاجیکستان، نمونه هنرهای مردمی، رسوم جشن‌های بزرگ ملی، یادگاری‌های تاریخی و امروزی تاجیکستان درج شده‌اند. جعفر رنجبر سالهای زیاد است که در تاجیکستان همچون یک معارف پرور روزنامه‌نگار کار میکند و در رشد رابطه‌های فرهنگی تاجیکستان و افغانستان خیلی سهم زیاد دارد. این کتابی که امروز به دست چاپ رسید بار دیگر نشان می‌دهد که مثلا همین رنجبر نه تنها در مسائل افغانستان بلکه در مسائل تاجیکستان هم در انکشاف فرهنگ سیاست دولتداری تاجیکستان هم یک معرفی کردن تاریخ تاجیکستان هم یک سهم دارد و البته امروز چهاره‌بینی بسیار خوب گذشت. جعفر رنجبر طول 30 سال است در تاجیکستان به سر میبرد و در زمینه رشد و تحکیم روابط فرهنگی تاجیکستان با افغانستان چاپ و پهن کردن آثار ارزشمند ادیبان حوزه ادبیات فارسی خدمت ارزنده انجام داده است. او سال 1997 در شهر دوشنبه کتابخانه شاعر توانا خلیل الله خلیلی را افتتاح کرده است که توسط این خزینه ادبی برنامه‌های گوناگون چاپ کتاب‌ها، برگزار کردن محفل و سمینارهای فرهنگی و هنری را به راه می‌ماند. آقای رنجبر در مندرجه کتاب تاجیکستان دیروز امروز همچنین نمونه کارهای انجام داده کتابخانه استاد خلیلی را که در تاجیکستان صورت گرفته‌اند پیشکش خواننده کرده است. کتاب چاپ کردیم که همون دانشمندان و بزرگایی که نیستن در جمع ما و هم آنهایی که هستن خاطرات خوبی داریم، رفت آمد داریم، بگذار یک یادگاری باشد. به لحاظ در این کتاب تقریبا این چیزی که می‌بینیم بیشتر از 400 تصویر در این کتاب چاپ شده است. تمام تصاویر رنگه با مقدمه و پیش‌زمینه‌ها چیزهایی که نوشتیم، یک نگاه فشرده به 30 سال تاریخ تحولات تاجیکستان و 100 سال اخیر تاجیکستان که از نو تأسیس می‌شود، یک نگاهی به اون دوره انداختیم. یعنی یک اثری است که میتونه برای خواننده‌های داخلی، شهروندان خارجی، برای سیاحان، برای تاجیک شناسان و برای همزبانان شما یک تحفه آموختنی، دوست داشتنی و ارزنده است.